چند روز پیش که رفته بودم واسه خرید لباس مدارسی، یه خانومی هم تو اون عمده فروشی پارچه بودش. بعد مثلا متوجه شد که منم واسه این کار اومدم و حالا دارم خرید پارچه انجام میدم. البته که خرید من در مقابل خرید اون هیچی نبود. داشت حرف میزد، گفت که چقدر سختش میکنم، یه لباس مدرسه است دیگه، حالا این همه بدو کن واسه هیچی. مادرها میان میگن اوه اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه. دقیقا چیزی که ما میشنویم، مادرایی که از تولیدی رفتن زخم خوردن. خب بهشون گفتم که خب مگه نباید وقتی یه چیزی میارن شما با کیفیت خیلی بیشتر بهشون ارائه بدین؟ گفت بابا لباس مدرسه است، صبح میخواد بره و بیاد درش بیاره، چه لازمه که انقدر کیفیتش رو بیشتر کنیم؟ دقیقا این حرف جهت متقابل حرف منه. من میگم چون که لباس مدرسه است باید کیفیتش خیلی بالاتر باشه که بچه ها هر روز میرن و میان خوشحال بپوشنش رو برن. عجیب بود. همینه که خیلی ها به تولیدی لباس نمیسپارن، همینه که قیمت مایی که لباس مدرسه رو با این که تعدادش زیاده شخصی دوزی میکنیم قیمت ما بالاتر میره. این کیفیت قضیه است که باعث میشه شما قیمتتو بالاتر ببری یا پایین تر. فعلا